ما که ما شب یلدا می‌بینیم این شب روزی تولد خورشید است. خورشید تمومی ها؟ خورشید ما خورشید داری سالهای زیاد دراز میموند. من بعدتر کوشش میکنم همین رو پیوست کنم و چیزی رمزی دیگر برای من شخصان است که همین روز بابا مرده بود. اما از بس که اون زمانهای دوره سویتی بود من گویا این خبر فوری می‌گفتم بعد یک ماه در ترکیه بودم و خبر گویا که عاجلا مکتوب به من رسید بعد یک ماه. یعنی تفاوتی زمان است که و یک گروهی یک 12 نفر شما شاهدی آن است که مثلا همگی چند سال پیشتر در بینای حوض بیک می‌سازد پشت مرکزی و برای اینکه خلوتچو با ونگ و خورشید و خندکین زنگ زند بعضی وقت هفتهش لازم میشد که نوبت و هر کدام اینا فخر میکرد که یگان تلفنیست که شناز داشته باشد. اون اگر تلفنیست که شناز داشته یعنی بچه ولی با کارهای تو بود میشن تو تلفن میکنی تو شما مثلا همیشه ضرورت حس میکنید او زمین اگر این نخلا با بچه‌هاتون که هیچ باور نمیکنید یعنی مسئله صورت و تغییریابی زمان است و همه ما میگیم که مثلا زمانات تغییر یا وقت تغییر یافت اما وقت بعضی وقت خودمون احساس نمیکنیم. برای که روشن‌تر شاید موقع وقت و ما در این باره فکر کنیم من در این جامعه یک مثالی وای میگم از زندگی وای که مثال نظم میبینم آورده نشه برای که اینفرماسیا دوچند شود یعنی ما اگر ما یک خلطه به رسم دلار اشتگی اینفرماسیا داشتیم و برای اینکه دو خلطه شود اگر در زمانش از زمان عیسی مسیح تا لئوناردو داوینچی 1500 سال لازم شد که خبر دو بار عوض شد. بعدتر از لئوناردو داوینچی تا مردن بخ همگی در ظرف 200 سال با 2 کرات افزود و بعدتر دیرتر از سالهای 67 70 63 70 در مدت 7 سال همگی تمام خبرات رو چند می افزودند. اما اکنون تحقیقات‌های سالهای 90 تا 2000 با این پروگرس تکنیکی نیستند. شاید در یک هفته خبری که ما داریم 2 کرات عوض شد. یعنی تفاوت فرقی زمان همین است. و این تفاوت و این پیشروی وقت همچنان بر ژورنالیست که تاثیر کرد که ما خود خبر نداریم. مثلا حاضر تو آیا ژورنالیستی که میمیرد یا نمیمیرد یک چیزش عمیق است. ژورنالیست که سنتی عنعنوی بوبویی میمیرد و یک شکلی که در کجای یک درازم را در گوشه که ممکن مانده که عموما میمیرد برای چی میمیرد این مثال عادی است. تو این مرد که نه صورت میگیرد ثبت میکند میرد منتظر میشد دیگه اخبار انتظار میشد که زیورشاه لکه پیشنهاد کرد که در کجا کدام معرکه میگذارد. من نمونه عادیش چه ژورنالیست که میمیرد ژورنالیست که عنعنوی چه میمیرد. خب برای اون که با اکثر شمایی که با زبان روسی بیشتر معلومات نوشتید آشنایی داشتید دسترستر است و اونایی که مثلا روسیشون ضعیفتر است گونه وریانتی اختصار شده بعضی کتاب‌ها را بعد به دست آورد. تمام معلوماتی که من اینجا برای شما نقل میکنم معلومات من نیست. یعنی پرینسیپ اولی ژورنالیست که باید شبهه در دل شما باشد. مثلا کسی که چیزی که نمیگوید شاید برای منفعت وقت خودش باز میگه جانم خلاص کنم 30 دقیقه برای همین شاید بیاد. برای همین پرینسیپ عمومی شبهه در شما باید مونه. برای اینکه این شبهه شما تازه شد من توصیه میکنم که مثلا اقلاً کمی کمش مثلا 3-4 کتاب خونده شد. انا با شرافت موضوع کتاب من دسترس کردم یکی از کتاب‌های مهمترینی که حاضر از سال 2016 تا 2017 برای ژورنالیست خوندنش در کار است اینفرماسیا گفتنی کتاب است. شکل واریانتی تیتویش نیست، شکل واریانتی کتابیش به هر حال در دست 2-3 نفر دسترس کردن ممکن اگر هیچ نوعی بده با سوال با موضوع از درمان و امروزاتی کتاب میتونه. جیمز کلیک است اینفرماسیا کتاب مهم است بسیار مهم و پیش از این 3 کتاب دیگر اون چیزی که من هم میگم دزدیده شده یا وام گرفته است همین کتاب‌ها محصولات معینه کنم اسمی دروغ است دیگر بیام اینفرماسیا کتابی بسیار مهم دانستنتون در تو چطور رسانه‌های نو ژورنالیست که را عوض نمودند که نویا میده ایزمیلی میر کتابی که در جمع 2016 چاپ شده است و کتابی در اینترنت دسترس و به توجیه دسترسی وریفیکاسیا تحقیقاتی ژورنالیست روزنامه‌نگاری و کتابی کمتر پیشتری که به سهم سوروس ترجمه شده بود و اصلا باید کتاب رویمیزی هر یک روزنامه‌نگار باشد و کمتر مردم میخونند
کتابی 10 قاعده ژورنالیستیک اریک فیختلیوس است، محقق شویدی. یعنی اون چیزی که منم میگم درباره همین است و اون چیزی که اونا هم سر کردن همین است. قبل از همه بر وقت‌تر سالهای 80 ایده ژورنالیستیک چه عوض میشد، یکی از ایده‌های پیشقدم اریک فیختلیوس و اون بسیار مثال عادی خودش آورده بود. عوض شوی ژورنالیستیک مانند اصطلاح یا گرفتن قصد زمستان‌های روسیه است. یک نسل جوانتر اگر تاریخ عمومی نخونده باشد، زمین دورتس روسیه بود و در انقلاب همین مردم عادی غصب کردند، شاه و توده و همه پیش کردند. ژورنالیستیک به همین مثال است. ژورنالیستیک اول مال سرمحرر ناشر بود و کسی خبر نداشت. بعدتر به اون رداکتورها خبر یافتند. بعدتر همه آگاه شدند و همه هر کسی که امروز میخواهد مینویسد، پهن میکند و بازگویی میکند. من گمان میکنم که 20 دقیقه تمام نمیشه، 19 دقیقه میمورد یا میمورد. اگر که ما دیگه بکار میمونیم. هممون از روی پرینسیپی وانگا میمورد. ولی گفت که میمورد 2012 نمورد، شاید دراز میشه. من برای اون که کسایی که پیش که خبر کنم که مثلا از این موضوع آگاه‌تر باشن، من میتونم علاوه در پشت الکترونیشون یا این معلومات دادم، چون که من گمان کردم که برآمد من یک روز است و در دانسته 2-3 شب زیاد مهنت کردم، قریب 30 صفحه 40 صفحه متن نوشتم، فهمیدم که 20 دقیقه بود است. برای همین گرفتم در شکل مکانیکی از کتاب کردم، نمیدونم چی مونده بود. و هر صورت ما میگیم که ژورنالیست که همچون کس از بین میرود، برمیگردیم به همین موضوع. مثال اول شو آوردم که برای چی ژورنالیست که سنتی از بین میرود، این حادثه حاضر. اما دلایل دیگر هم هستند. مثلا برای چی این ایده پیدا شد؟ ایده از اون پیدا شد که مثلا بر وقت‌تر آمریکایی‌ها، حتی از روس‌ها مثلا در شماره روی خط کسب‌هایی که از بین میرود، بعضیش 54 بعضی 34 معین میکنن. متأسفانه در هر کاتگوری 54 34 همه ژورنالیست که می‌نویسند. یعنی ژورنالیست که از بین میرود. ژورنالیستی که از بین میرود، ژورنالیستی که سنتی از بین میرود، این اختراع شده میگن به همین معنا است. برای آن از بین میرود که اما یک چیز علاوه کنم که وقتی که ما خود درباره ژورنالیست که میگوییم، مثلا تفریح و دیگر الیمنت‌های ژورنالیستی که برای ما خود مهم نیستن، ما درباره ژورنالیست که خبرساز میگوییم، خبر تولید کننده میگوییم. موضوع ما همین است. یعنی تحقیقات اون شماره‌ای که همه کس پیشنهاد میدن، میگن ژورنالیستی که میمورد و دلیل میارن که مثلا تا سال 2013 اینتלקت سنی، یعنی مغز سنی اونقدر ترقی میکند که 90% کار ژورنالیست رو اجرا کرده میتونه و 5% میمونه. مثلا ربات پراول‌هایی هستن که مثلا واقعا مثلا نه تنها خبری فقط ها را، حتی مثلا اندیشه کردن و ویراستوری کردن متن هم یاد گرفتگی می‌نویسن. و همین دلیل اون است که مثلا میگن که بعد ضرورت چی در کار است، اگر ربات این کارو میکنه اینقدر ارمی کنه ژورنالیست رو نگاه داشتن. یعنی که ژورنالیستیکه خبری نمی‌کنه. حاضر تا مردن اشغال خیلی وقت حاضر میگیم برای چی نمی‌خورد. یعنی از روی پیشگویی بعضی عالمان همه راضی نیستن، میگن که بعد 90% چیزی ژورنالیست که اتوماتیک میشه و میگن که مثلا ژورنالیست که اتوماتیکی بیشتر خبر دارد به خبرهای ورزشی، توی معرکه ها و چیزهای برجاهای مهنتی. یعنی در اون صورت بسیار بنام در کار است، واقعا ربات این کارو کردن میتونه با ضرر هیچ کس نیست. اما اونجایی که معنی آفرینی باشد به هر حال نفس کشیده است از ژورنالیستیک است. لیکن وضعیت به همین صورت پیش میرود که برای چین ایده پیدا شد. یعنی این ایده است که ژورنالیستی که هم کس برای اون از بین میرود که وظیفه‌اش دیگر رو اجرا کنه میتونن. و دیگر برمیگردیم به دیگر سبب‌ها برای که وقت تمام همین رو می‌کنیم. ما این چیز مثال تو آوردم، این مثلا دلیلا هم دارد. مثلا جورج آندریا حساب کرده بوده است، ژاک باله حساب کرده بوده است 18 ماه و این هم از کتاب کوانتوم پسیکولوژی. مثالی که آوردم که مثلا صورت اینفورماسیون به کدام صورت عوض میشه، جمع شوی اطلاعات. این هم مثال از تاجیکستان که سرعت چی شد؟ ما گفتیم که اون سرعت
با یک گونه بود که تا 1000 سالها عوض میشد، اما صورتی عوض شوی عالمی وارد شوی ما با عالمی و چی هست مثلا از یک تحقیقاتی موضوع نگرفتن مثلا حاضر مثلا حداقل 84000 خواننده ما در فیسبوک داریم. اگر از 84000 80000ش عموما به خبر علاقه نداشته باشد، این 4000 از شماره اکثر گزیت‌های ما زیادتر است. یعنی با از تیراژ اکثر وارثان تا چی در دقیقه نه در ثانیه در دنیا چی تغییر می‌یابد تصور کنید. مثلا 2.6 میلیون مایل 800 سرعت در اینستاگرام 71000 ویدیو میتونه تماشا کرده شود و شماره کاربران تکنولوژی موبیلی 4.7 تا 5 میلیارد زیاد میشه. و شماره چیزهای تکنولوژی موبیلی را من برای آوردم که اکثر اون نسلی که پگاه ژورنالیستیکا یا ژورنالیستیکا میخواند اون نسل جوانی همین روز است که مثلا دیگر اونا نسل ایندیگ هم نمیگن، نسلی فرست موبایل میگن. یعنی نسلی است که سحری برای شب با تلفنش خواب میروه، سحری میخیزه از اون خبر میگیره. مردمی که کلان سالتر هستید مثلا کدام بچه‌های شما از تلویزیون تماشا میکنن؟ نمیدونم، در من 3-4 نفر دارم بغل از من و زنم جیم بالیوود هیچ کس دیگه تماشا نمیکنه. همه مشغولی وای هستن، تماشای دست و بازی خودشون هستن. یعنی این نسلی است که همون 5 میلیارد تشکیل میکند و این نسل خانه‌ها با همین روی میره. و درباره این نسل ده‌ها مسنجر و اگریگاتور خبر به شکل پاپ اپ یعنی استریواژ رکلام پیشنهاد میکنن، مایده میخونن، یعنی شکلی و است. خب این هم گفتیم که مثلا یا سبباش یکی از اون که 90% اینتלקتی سونی میکنن و امیدهای دیگرش از این سر میکنیم. مثلا پیشتر چی بود رسانه یا خبر؟ یعنی مثلا فوریت و اوریجینیت خبر مالی فرض کنیم آزادگان انتظار میشن همین روز بیگاه از خبر میگه یا پگاه گازیته رو میگیره. این چیز از بین رفت. شبکه اجتماعی در همین حال در همین جاش مواد پهن میکنن و اونایی که مثلا عقل هوشمند دارن وقتی زیادی ندارن دوبار فرصتی تکرار کردن و سومین بار آزادگان خواندن ندارن، خبر پهن. پیشتر مثلا مسئله نشر انتشار پهن کردن خبر مال ریداکسیا بود. تو ریداکسیا تصمیم نگیرد پهن نشد گازیته نشر پهن نکرد خبر نمیرسید. مسئله انتشار هم شبکه‌های اجتماعی از ما گرفتن، همین لحظه گرفتن، همین لحظه پهن کردن. یعنی در عموم یعنی مثلا اون که مثلا اینفورماسیون مونوپولیای رسانه بود، اینترنت رو از دست ما کشیده گرفت، پهن کرد. اکنون هر نفر ما نو بسته اون که مثلا سرمحرر، نو بسته با که سنزور، نو بسته با اون که مثلا یک چیزی سیاسی یا یگون نفری نمیخواد که موادی ما رو چاپ کند، ما از کسی دست بسته نیستیم. ما رو در اینترنت پهن میکنیم و میره. یعنی هر نفری ما اکنون مؤلف، ژورنالیست، ناشر و غیره است. اینا امیدهایی هستند که مثلا راه ژورنالیستی که عنعنوی سنتی رو مثلا محدود میکنه. tak این مثال آوردگی ما مثلا ژورنالیستی که اتوماتیکی صورت میگیرد ما با این برمیگردیم همون گفتیم که ربات ها و اگریگات های خبرساز هستند که مثلا فرصت کسی را انتظار شدن نیست. روز زیرش کنیم که کن نیست. tak سبباش بگیم گفتیم که همون نسلی رای پورا به قبول خبر از طریق تجهیزات مایل است. او چندان مثلا حواس نداره. دیگر متن‌های دور و درازی که مثلا در متن گازیته می‌نویسیم برای ما چندان کلاه نیستن و سببش هم مثلا حاضر من میارن تحقیقات روس‌ها است. چند سال پیش اونا معلوم کردن که اگر یک خواننده به حساب میانه حواس داشتگی به گازیته و رادیو و تلویزیون حساب میانه 8 ساعت وقتی خودش را اگر صرف کند برای قرائت خواندن مطبوعات صرف کند، از آن به هر صورت حاضر در شرایط رسید که همه جای اینترنت پهن نشده بود چند جا 4 ساعت به تلویزیون و رادیو باشد، اگر 3.5 ساعت زیادتر به اینترنت است، همگی برای خواندن متن یک خواننده به حساب میانه از 8 دقیقه بیشتر صرف نمی‌کند. استاتستیک است. استاتستیک یک چیز بسیار دروغگو است، اما به هر حال استاتستیک است. یعنی از اون جای گرفته نیست. یعنی همین چیزایی که ما میگیم که مثلا چی سبب هست. خب
دقیقه دیگه وقت داریم. 10 دقیقه دیگر دارم و همین میموردش تمام میکنم در زندگیش نمیگذارم. زندگیش نگذارم. tak خب نباشد گفتیم که مثلا با ژورنالیستیک حوزه مثلا اونقدر شماره زیادی آدمانی که میبیاید یعنی از حساب بلاگر خبرسازهای اختیاریان فرام اونقدر شماره است که هیچ وقت ژورنالیست این شماره نداشت. اما متاسفانه اون ژورنالیست که می آمدگی تأسفش در آنجاست که اکثر می آمدگی از کماند ژورنالیستان نیستند، از رادیو، تلویزیون و مطبوعات نیستند. اونا از بیرون با اختیاری میان. یک جملهش میکنم چورتاییش نگاره tak اما نمیمیره به هر روز پیدا ژورنالیست که برای چی نمیمیره مثلا ژورنال شپیگل سالهای 90 اولش که ژورنالیست داوستان برای چی نمیمیرد من باید باز بلند بگم ما از تاریخ دنیا ما از تاریخ پیشرفته اروپا اونجا 30 سال قفویم یعنی 30 سال دیگر خیلی وقت از برای مفروضه برای دیگه سو نشد. اما مثلا شپیگل سالهای 90 تحقیقات گذارند که موضوعهای فرهنگی و تئاتر و همین گونه مثلا در ژورنال شپیگل همگی 5% خواننده‌اش رای می‌خونده است. اما اگر شما باورید که شپیگل درج چنین مواد را یعنی یک بار بسته کرد خطا میکنید به هر حال به همون صورت ادامه یافته است. یعنی این جامعه قبول میکرد که همون 5% حقوق معنوی خواندن و چیزی دلخواهشون دارن. در صورت همه کار شدن ژورنالیستیک 5% باقی میماند قبول نکنید. tak برای چی ژورنالیست که اکنون میمونن با صفت یکم میموندگی ما برمیگردیم مثلا اینترنت حوزه مواد بسیار پهن میکنن اونا پراکندن و تحقیقات نشونه که امروز فقط با دیل مردمی که خبر را پراکنده میخوان میزنن و خواننده فرصت همه اون خبرهای پراکنده رو نداد. خواننده حادثه واقعه را یک نوع دیدن میخواد و اگر مثلا ژورنالیست همه اونا رو جمع کرده یک نوع پیشنهاد میکند برمیگردن و گروه خواندن ژورنالیست ها. ژورنالیستی که اکنون دیگر گفتیم که فعالیت از دست داد، انتشار از دست داد، هزارها نفری هستند که همین مواد پیشنهاد میکنن و ژورنالیست که معنای دیگر گرفت. دیگر منبع یکمی خبر نیست، دیگر منبع یکمی انتشار نیست، دیگر منبع یکمی یک اندیشه نیست، چون هزارها اندیشه دیگری پارالل وجود دارند. ژورنالیست برمیگردد به تحلیل، تصفیه، تشریح و معنی آفرینی. ما به هر کدام اینو مثل کتاب برگردیم اما مثلا منظورمون چی است میگوییم یعنی مثلا ژورنالیستی زمانوی دیگر ژورنالیستی تنها خبرساز نیست. ژورنالیستی است که از مجموع خبرهای پهن شده با طریق جلب کردن خبر، با طریق تصفیه صاف کردن چیزی شفاف گفتن و با طریق شرح و معنی تازه آفریدن مواد به ژورنالیست پیشنهاد میکنند و به همین موقع پیدا میشه. تصفیه یعنی که فیلتر کردن. به هر صورت سر تاجیک اما عربیش آسان‌تر است از فیلتر. خب و همین تصفیه گفتم یک مثالی میگم که چندین نفرا با اون باوری دارن که به نزدیکی در درون ژورنالیست که یک کسب نو پیدا میشد. این کسب نو تصفیه کننده یا فیلتر کننده مواد است. یعنی اثبات شده است علمی که مثلا قابلیتی درک یک آدم در یک لحظه از 120 زیادتر نیست اطلاعات رو هضم کردن میتونه. یعنی یک آدم میتونه که با 2 نفر گوش کنه در مابین 15 نفر گپ همه کس جمع کردن نمیشه و آدمایی هستن که قابلیت یک بار 2-3 نفر شنیدن دارن و این آدما به نظر سالهای نزدیک جای کار خوب میابن. شرکت‌های کلان، ستاره‌های صنعت، بیزنسمن‌های کلان این آدما رو انتخاب میکنن که مثلا همچون کسب فیلتر 15 گوش کرده مغز گپ رسوندن میکنه میفهمن. اما باقی مونده اهالی نه قابلیت خریداری این هنر و نه قابلیت به کار گرفتن فیلتر و نمایی ندارن. برای همین اونا مجبورن که به ژورنالیست که تشریح و تحلیل انتظار باشن که چیشون میگه. tak این خیلی شما طرف میمونه. و سببایی که مثلا با ژورنالیست که همچون کسب میموند مثلا
اون است که اودیتوریا به شکل دائمی یکون در رسانه‌های نو عکس العمل میکرد و اونا شکل مدیکامیتاسیون میگن. ما یک باره از 20-30 دستگاه آوازهای زیادتری اهل جامعه شنیده میتوانیم. ارخیوهای تمام رسانه‌ها امکانیت دارند که ما ده ها نمود مواد را به شکل گوناگون از نو زنده کنیم. شماره آدمان به میخواست توسط عملهای عادی مثل صورت و ویدیو شناس میشن. یعنی مثلا اگر پیشتر ما فقط امکانیت صورت یک صورتگیری رتوشین کار انتظار باشیم، ما هزارها صورت پرداختگی است و میتونیم حادثه رو بیشتر فرو گیریم. و میاییم به پایان صحبت ما که گفتیم که مثلا تجربه های نوی ژورنالیست که عوض میکنن و برای ژورنالیستی که آینده مثلا این فونکسیون هم نظارت از برای دلیل ها، درک مشاهده و مسئله ها، شرح تفسیری بازیافت ها که به معنای دیگر این نام گرفته ممکن است که این جمع‌آوری معلومات، شرح معلومات و نقل آید معلومات این چیزی است که مثلا برای ژورنالیستی که آینده میماند و ما از اگر فرصت شود ابزاراش رو میبینیم برای که وقت کم ژورنالیستی که نو یعنی مثلا درباره اون که مثلا کدام پلتفرم ها کدام واسطه های نزدیک سالهای نزدیک ژورنالیست که اداره میکنن هیچ گفتن ممکن نیست. یک چیز انیق ممکن است که سالهای نزدیک از رشد تکنولوژی هر یک سطح هموار میتواند برای شما منبع اینفورماسیون باشد. آینه، تلویزیون، در میتونید مثلا جای قبول خبر و پیشنهاد خبر. این چیزی تکنولوژی یعنی با کدام شکلی معین کدام ابزارها در آینده دارند این روش تکنولوژی اون به صورت است که هیچ کس تخمین کردن نمیتونه. اما به هر حال چیزی که میموند نه قالب است با معنی میموند، یعنی جمع‌آوری کارکرد و پیشنهادی و ما یک چند چیزایی باید بگوییم که مثلا ابزارها یا اینسترومنت‌های ژورنالیستی که نو چی هستند. یکی از چیز اساسی اون از ژورنالیستی شبکه‌ای است. ژورنالیستی شبکه‌ای این اون است که مثلا دیگر ژورنالیستی در یک گوشه تنها ایستادگی استیصال می‌کرده که وجود ندارد. اون ژورنالیستی که مثلا از اینسترومنت ها یا که از سواد رقمی خبر نمیموند در کنار خواهد ماند و همین سواد رقمیش همین سوادهای دیجیتالی یعنی یکی از چیزهای مشخص کننده ژورنالیستیک زمانوی یکی از اون است که ژورنالیستیک شبکه‌ای است. اینا ما میخواهیم یا نمیخواهیم. چیزی دیگری که در ژورنالیستیک وارد میشه کراودسورسینگ است، یعنی از محتوای از جانب کاربران استفاده بردن ژورنالیست. کراودسورسینگ شکل‌های مثلا من یک نمونه‌اش گفتم، مثلا الجزیره برای اینکه مثلا نیزه‌های اسرائیل به فلسطینی‌ها روشن شد خواستیم خودش به همه اجازه میداد که صورت مواد شمونه و از نوبت دیگر میگه خودش پهن میکنه در تمام. نجات دیگر ژورنالیستیک مثلا داتا ژورنالیستیک، ویزوالایزاسیا، خریطه سازی معلومات. یعنی مثلا حاضر این ترند نه تنها مثلا در تاجیکستان دیر آمده است، در تمام دنیا یک ترندهای اولین است. یعنی مردم با اینقدر فاکتور رقمی زیادی که زندگی ما را اطراف ما را ifade میکنند یا احاطه میکنند صرفا رفتن نمیتونن، شرح دادن نمیتونن. برای همین ژورنالیست که داده ها پیدا شد مثلا یک بیوجتی مشکلی به هیچ کس نفهمه را بسیار به شکل روان و خوانا پیشنهاد میکنه. نمونه‌هاش مثلا بسیار هستند، ویکیلیکس و دیگر چیزا اینایی که از داده ها و تحلیل استفاده میکنن. یک مثالش از شویتسی است که مثلا در اروپا بسیار مهم است و دیگر سامانه ها دیگر چیزای شبکه‌های اینترنت این علاقه خریداری کردن و در خودشون پیوست کردن. این سال 2005 یک تشکیلات ساخته شده است. ایده‌شون است که مثلا چه خیلی داده ها رو مثلا وابسته به زمان و خوش‌طبع و خوش‌ذوق را به پیشنهاد کردن. این صورت تو اکا من نمیدونم چی گفتید. دیگر چیزی که مورد ژورنالیستیک نوست این ژورنالیستیک نقطه نظر است. این ژورنالیست که بسیار
фарзияҳои як достонро масалан пешниҳод мекунад ва хонандаи нав аҷоибаш он аст ки масалан агар дар як мавзӯъ ҳар қадар зиёдтар гузинаҳои вай бошад, вариантҳои он бошад, бовар мекунад ки ҳамин ҳақиқаттар аст. яъне ин вариантест ки масалан дигар пеши роҳи ина касе гирифта наметавонад. даҳо архив аст, даҳо нафар журналист, ҳар кас варианти худашро пешниҳод мекард ва онро номонда журналистикаи нуқтаи назар. анаку ҳавсала ба журналистикаи аслан пеш аз ин буд барнамегардам. Журналистикаи нуқтаи назар як саҳифаша дарака аз байн бурдам. Журналистика он қадар зиндагӣ визуалӣ он шудааст ки ҳатто мардум ба чӣ корҳои даст намезананд. Масалан Роб Спенс, коргардони яке аз коргардонони машҳури Канада, ки дар вақти наворгирӣ аз чашми росташ маҳрум мешавад ва аз дӯсташ хоҳиш мекард ҳатто камерае ки баробари гавҳараки чашми вай бошад дар чашмаш пайваст кунад ки вай ҳодисаро ба чашми аёнӣ ва воқеӣ бибинад ва ба ҳамин тарз пешниҳод кунад. яъне ҳавсала он қадар зиёд шудааст ки мисалан дар чашма мемонад. ҳар гуфтем журналистика автоматишуда аллакай ҳам Times, ҳам Forbes, ҳам Bloomberg ино ширкатҳои хабарсози бузурги вай ҳастанд ки ними кори мутаассифона ними штати журналистҳои хабарсоза ҷавоб доданд ва ба ҷои он роботҳои хабарсоза истофода мекунанд. чанд дақиқа як خب اگر که خلاصه کنیم اگر خلاصه کنیم خبری و کدام نمود ژورنالیستیکا میموند و کدام نمودش خلاصه کدام اون است که ژورنالیستیک همانایی کلاهای سخنگو از بین میرند. کلای سخنگو خشک و خالی. ژورنالیستیکه که چون که اونا از بین نه با یک شکلی میتونه وجود داشته باشن. اگر دولت نگاهداری اونها رو مثلا به طرز سنی نگاه دارد اگر اما گپ درباره چیزی تاریخی دنیایی رفته است. یعنی ژورنالیستیک سخنگوی بی دلیل از بین میره. ژورنالیستیکی که از جریان حادثه تأخیر میکرده و امروز به فردا میموند از بین میره. انا ژورنالیستیکی که ژورنالیستی که مثلا گوشه‌نشین بود و با مردم پیوست نمیشد و شبکه وارد نمیشد اون ژورنالیست از بین میره. و کدامش میماند؟ آن همون نسل جوان بسیارترش میماند چون که آنها با توجه دارند به تکنولوژی نو، خبر در تکنولوژی نو پخش میکنند. واقعا از بین ژورنالیستای جوان بی حوصله که هزار شبکه را پر کرده است آمدن کار گرفتند نام از بین میرود. میماند ژورنالیستی که در جمع اولش که سواد اینتلیکتوال دارد، دیجیتالی دارد. دویمش اون که مثلا حوصله جمع‌آوری، تحلیل و اندیشه‌رانی دارد. خب مهمش که همین چیز است. سوم هم دارد. سومش مثلا خودی شرایطی اونی که فیلتر کردن میتونه. همون اول دیجیتالی. اگر نافهمه باشد عذر من دیگر مشتب قد تیار شده برای یک روز